در حالی که چمپیونات جهانی باشگاهی در آمریکا بدون مخلصان در منبرها و با وجود یک قطار مشکلات بهره بازیگران در اوج است، در فوتبال روسی والری کارپین به دیناموی مسکو آمد و بازیگران دیگری رستاوی لبیدان را هم به پایتخت آن وطن برد. بعد آن که دو پیشوای زردپوشان، یکی نیکولای کاملیچنکو به لوکوموتیو رفت و دیگری اسیپنکو هم پیراهن سفید و آسمانی رنگی دیناموچیان را به بر کرد، به قول گپ و چپ زیاد است که هموطنی ما رستم یکیموف هم میتواند که به صف دیناموی مسکو همراه شود. دروازه‌بان منتخب تاجیکستان که موسم قبلی بهترین دروازه‌بان جام روسیه شد و تا فینال این مسابقات هم رسید، اخیراً میتواند به دستاورد هرچی بیشتر هم برسد. باشد که چنین رستمان فوتبال تاجیک در فوتبال خارج باز هم بیشتر شوند و رستم یتیموف نیز تواند شامل خبردسته‌های دیگر شود.